از آنجایی که شما متخصص مسائل رسانه‌ای هستید، اجازه دهید سوالی رسانه‌ای از شما بپرسم. می‌دانید وقتی که خبرنگاران و رسانه‌های مختلف خارجی و آمریکایی به ایران می‌آیند، به راحتی می‌توانند با رئیس جمهور و یا دیگر مسئولان بلندپایه ایران گفتگو و نشست خبری داشته باشند و این در حالی است که در 35 سال گذشته هیچ کدام از خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی این فرصت را نداشتند تا بتوانند با رؤسای جمهوری آمریکا چهره به چهره مصاحبه کنند و آنها را به چالش بکشند. نظر شما در مورد این تبعیض چیست؟ خب من فکر می کنم که شما به نکته خوبی اشاره کردید و من با اون مخالفت نمی کنم. اما امریکا خودش رو بالاتر از کشورهای دیگه میدونه و مردم دیگه دنیا به امریکایی‌ها به چشم یک کشور متکبر و مغرور نگاه میکنن. درسته، من فکر میکنم همینطوره. ما کشوری نیستیم که خودمون رو به راحتی به دیگران معرفی کنیم. ما فکر میکنیم که این وظیفه دیگران تا برای شناسوندن ما تلاش بکنن. ما قوی ترین ارتش دنیا رو در اختیار داریم، همینطور قوی ترین اقتصاد دنیا رو در اختیار داریم و فکر میکنیم این مسائل باعث میشه که برتر از بقیه باشیم. من هم با این موردی که شما اشاره کردید موافقم. میدونید که رهبری ایران در کشور امریکا شناخته شده نیستند و من فکر میکنم برای از بین رفتن تنش‌های موجود این مسئله بسیار مفیده و امیدوارم ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم و اگر بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم میتونیم در زمینه پرونده هسته‌ای هم به راه حل‌هایی برسیم که البته این مسئله در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.